بابا باورت نمیشه چه آبروی ازمون برده. ها؟ یا خدا. بذار خودم بهش میگم. یا خدا. بابا میدونستم امروز نه مامانم خونه است، نه خواهرم، نه داداشم، شما هم شیفت بودی. وای. تو مدرسه بودم، یه زنگ مونده بود به زنگ آخر که یهو فهمیدم خونه خالیه. وای. منم زنگ آخر مدرسه رو پیچوندم، بدو اومدم خونه. تو غلط کردی. بعد تونتون دنبال موبایل بودم که برم بازی کنم. خاک تو سرت. دیدم صدای آب حموم میاد. یعنی چی؟ کی بود؟ همینو میخواستم بفهمم. منم رفتم آشپزخونه، سریع چاقو برداشتم، با این که از ترس ریده بودم. یواش یواش که سمت حموم میرفتم میگفتم یا خدا هیچ کس نباشه، جن پری چیه. کی بود؟ یهو داره حمومو باز کردم. چی بود؟ باورت نمیشه چی دیدم. چی بود؟ بابا یه ساسانو دیدم، لخت. انقدر هیجان خونه خالی داشتم اشتباهی رفتم خونه ساسانینا همسایه‌مون. چی؟ باورت نمیشه. چیو پدر سگ چیو؟ مال من 2 برابر مال بابای ساسان بود.